دوستان عزیز، یک سفر تنظیم کردیم به خیر طرف دشت آبدان. دوستان دیوالا میال تنظیم دارن به خیر، یعنی میال در مسیر هستیم به خیر، مسیر بغلان مرکزی. بخش های تکنیکی مربوط سامی صاحب میشه. سامی صاحب خوب هستی؟ صحتمند هستی؟ بخیر هستی؟ چی کردی بخیر؟ موتورا را مبلن شکش کردیم، ان شاء الله سفر ما طولانی است. دیگه مسئله تکنیکی مربوط خودت میشه بخیر. ان شاء الله. خب آماده شدید بخیر. سلامت باشین. سلام علیکم ساتر خان. علیکم سلام. خوب هستی برادر؟ بخیر. صحتمند بخیر. سلامت باشین. خودت دیگه کدام مسئله چی را داری بدر؟ من خود رئیس عمومی هستم دیگه. خود دیگه بخش کنترل رئیس عمومی بس از خود آشپز دارم، نمایندای ما از کار میکنه، فعالیت میکنه، ما فقط رهبری میکنم. بالکل. نگون دفعه خدا اعلام میتونم. ما خیر باشید. سلامت باشین. منګه فعلا نو دلته موقعیت لرو. دلته نو ډېر یو ښایسته منظره، عالی منظره. امو بیچاره یک لقمه نمیتی کام ورسه. نه اجازه نیست. از چی؟ از یک ساعت میشه تو سیازی لقمه. این والا بیخی ضعیف آمد در بین رفیقا و باید این تدابیر ازی بیشتر گرفت. خب چون این بیچاره در سوی تغذیه میگه، سوی تغذیه. دانو منګه به فعلا دشت د ابدان دښته کې اسو. دلته نو طبي فضا، طبي هوا واقعا ډیر ښایسته ده دوستانو. دلته خو زه واقعا ډیر ښه احساس لرم. حمل میاش کې کوشش وکوي چې دی خواته حتما راسي. دیدم گذشت و خاطره ها باقی ماند، بر گوش و سرم صدای پتاقی ماند. از خوردنی ها نگو میلش، لیکن دیدار رخ رفیق رستاقی ماند. کشمیش و نخود و پستقندم دادند، یادش رفته پنیر ایلاقی ماند. ما دیگه کباب نوشجان میکنیم دوستا، دلتان ها میشه حتما دیگه. ما اینو بگی کی؟ چای خیلی من میسوزه کباب میگه دیوانه و دلبسته اقبال خودت باش. دیوانه و دلبسته اقبال خودت باش، سرگرم خودت، عاشق احوال خودت باش. یک لحظه نخور حسرت آن را که نداری. شایخ صاحب میگه یک لحظه نخور حسرت آن را که نداری، راضی به همین چند قلم مال خودت باش. دوستان عزیز ماندن باشین. سلام بر شما، خدا کنه جور صحتمند باشین. بازم به برنامه فواد نادری خوش آمدین. دوستان عزیز، یک سفر تنظیم کردیم به خیر طرف دشت آبدان. دوستان دیوالا میال تنظیم دارن به خیر، یعنی میال در مسیر هستیم به خیر، مسیر بغلان مرکزی. فعلا دیگه جمع‌آوری چیزاست، میله به خیر. دوستان اینجا منتظر است. عربشاه نادری، کامگار صاحب، سامی صاحب دیگه بخش تکنیک ما را، ضمن بخش مالی را یا دیگه تنظیم داره بخیر، موتره که آماده کنه او چیزایش بخیر. بخش های تکنیکی مربوط سامی صاحب میشه. سامی صاحب خوب هستی؟ صحتمند هستی؟ بخیر هستی؟ چی کردی بخیر؟ موتورا را مبلن شکش کردیم، ان شاء الله سفر ما طولانی است. دیگه مسئله تکنیکی مربوط خودت میشه بخیر. ان شاء الله. خب آماده شدید بخیر. سلامت باشین. خب دکتر صاحب همراه ما هست. دکتر صاحب با بشیر مانده نباشید. چی حال داره؟ خوب هستی؟ صحت خوب؟ صحیح. ما دیگه مربوطی بیادر میشه. بله سر بله سر. ما مریض شدی دیگه گولی درس کل پیش از اولا خود دوستا را خدا مریض نکنه، بعدم ما به خدمت هستیم. خب سلامت جان بخیر باشه. خب کامگار صاحب یشتگی است. کامگار صاحب بخشش. سلام علیکم. خوب هستی؟ صحت شما خوب است؟ خدا در اینجا کدام برنامه را مسئولیت چه داری؟ والا همین چی که پیش اومد خوش آمد، ما در خدمت هم بخش آشپزی دیگه کمک تو تکلیف. ان شاء الله در خدمت هستیم. بخیر هستین دیگه. سلامت باشین. تشکر. عربشاه نادری بخشای سلام علیکم. سلام علیکم. بخیر خیرت جان جور آرامی است. بخیر باشی، زنده باشی. باشی. بخش ظرف و بس دیگه ببینیم کل چیزا خودت تنظیم کردی دیگه. یا دیگه بخش چون دکان ظروف چیزا داره، کل چیزایی که مربوط دیگ و پلو چی میشه، کباب کرایم میشه. همونطوره. بخیر باشی.
چیزی گفتین داری؟ بخیر باشی بخیر باشی. بابا شیرین میره فواد میره. سلام علیکم ستار خان. علیکم سلام. خوب هستی برادر؟ بخیر. صحتمند بخیر. سلامت باشین. خودت دیگه کدام مسئله چی را داری بدر؟ من خود رئیس عمومی هستم دیگه. خب خودت دیگه بخش فقط کنترل رئیس عمومی واسه از خود آشپز دارم، نمایندای ما از کار میکنه، فعالیت فقط میکنه، من کنترل فقط رهبری تفتیش میکنم. میکنی دیگه. بالکل. یکان دفعه خدا اعلام میتونم. ما خیر باشی. سلامت باشین. دو بیادرای ما یشتگی است. انیس صاحب، نایل صاحب، باش که پیش از آن یک چکر بریم. بیادرها خوب هستین؟ سلام علیکم. خوب هستی برادر؟ خوب هستی؟ انیس صاحب چی حال داری؟ بخیر سلامت هستین. بخیر جاتون هستی. جور است. بخیر باشین برادر. بیادر دی پروگرام مسئله چی را داری؟ ما خو به حساب رئیس هستم دیگه. دور او یک نگاه بریم سیاست دعوا بکن. ها؟ بیشتر کس دیگه سیاست دعوا کرد. نه تراس با رئیس رسمی ما رهبر هستم. بود. ها رئیس رسمی ما هستم. رئیس رفت خودت بس نام ثبت است. از او ثبت نیست. نه او در پوزیشن است. خب بله. از او ثبت نیست دیگه. نه ثبت نیست. از او ثبت بله نام ثبت. نایل صاحب خوب هستی؟ شکر شما خوب هستید ستان خوب است بخیر هستید نایل بخیر صاحب ما خود دیگه در بخش ما خودم رئیس مرکز رسانه‌ای می گروه هستم خب بله کل رئیس است رئیس هستم بود بخش اینجا ما یک کارمندام دارم و سخنگوی و دیگه بازی دستم هستم با کار میکنم بله نام تو ثبت است بله نام ثبت است خب بخیر باشید سلامت خب دوستا فعلا دیگه ما تنظیم داریم دیگه بخیر حرکت کنیم. این مسیر است. مسیر بر شما من نشان بدم. مسیر طرف قندوز بخیر. یعنی مسیر دیگه ما از طرف رفته بخیر سفر تنظیم شده است. خب شایخ صاحب کس کالای کسی که کنده شوه بیادر اینی مسئولیت چه داره کالا را بیاره. قربان شما بیادر سلامت باشید. دیگه هم داری یا نه؟ نه ان شاء الله برای فعلا خو نیست. مسئله این تنظیمات است ان شاء الله کلا. صحیح. خب بچه‌ها دیگه شیشتر رئیس دوستا. انیس صاحب شیشتر برین بخیر برین. خب بشینین بخیر بیادارا. باش که انیس میگه من خب خب بچه ها تنظیم شدن دیگه بخیر حرکت از دوستای عزیز. خب دوستای عزیز فعلا دیگه در موتر شیشتیم بخیر سفر تنظیم شده رئیس و تنظیم شد دیگه چیزا کمبود نداریم نه؟ انرژی کم بود از که خودت انرژی دیگه ما خب میفهمیم که سر شما است سر انرژی ما رسر رئیس صاحب از دیگه رئیس صاحب انرژی ما میخرم کجا من خزانه دار دارم. کی از خزانه داره؟ خزانه دار ما عجیب صاحب عربشاست. خزانه دار است. آجی صاحب شما چی رقم مسئولیت انرژی رو ان شاء الله دارید؟ بالکل تشویش نکنین بیادر تشویش نکنین. خودت که رئیس باش هست ما هستیم هیچ تشویش نکن خودت هستی. سلامت باشین تشکر. شما نرشه انرژی بخورید. سلامت باشید دوست. مانستر دیگه چیزی نخوره. خب فقط مانستر. بالکل. ها دوستا باش که یا خدا گردن گرفتن بود ان شاء الله از این وقت که انرژی میخره تصویر به شما میگیرم وعده خدا نه دیگه ان شاء الله با ما باشین کانال سابسکرایب کنین دوستا. ما فعلا سفر دیگه ادامه داره ان شاء الله از مسیر رام به شما بعضی ویدیو و بعضی تصاویر به شما می داشته باشیم. کانال ما را سابسکرایب صفحه را فالو کنین دوستان. خب دوست عزیزی هم شهر قدیم بغلان یعنی هم دکانایش شهر است که در مسیر قندوز بغلان موقعیت داره. شهر پر ازدحام شما ببینید تصاویر اینجا هم دیگه از بسیاری قومای ما البته قومای افغان ما شما از قومای مختلف در اینجا هستن. از قومای تاجک، قومای پشتون، قومای ازبک. قوم‌ها در اینجا زیادتر بوده باشون در نمی شهر می باشن. دوستان بیام کار اغلاست منگه
فعلا نو دلته موقعیت لرو دلته نو ډېر یو ښایسته منظره عالی منظره بس د جنم تاسو ته تصویر ذکر کوم دوستانو دلته دوستان اکثریت خلک راځي فکر کوي بغلان دی مسجد په دلته اتمنه یو تصویر یو عکس اخلي زه به د دې منظره تاسو ته ښکاره کوم ته وګورئ څومره ښایسته منظره این دغه دا منظره وګورئ اوبه شاوخوا شنه پاسچین اسمان غرونه یعنی ډېر یو عالی ډېر یو ښایسته منظره ده دوستانو وګورئ منظرې نه تاسو خوند واخلئ یعنی دا منظره واقعا عالی ده واقعا ډېره ښایسته منظره او د دې نه ما راځي تاسو ته یو تصویر ښکاره کړم خب همینجا دیگه تصویر گرفتیم ازیجا از این منظره سلامت باش. حرکت است بخیر بخیر حرکت است. چی کد انرژی چی رقم شد در مسئله انرژی را ان شاء الله در علی آباد که خرید رسیدیم بخیر میخریم. جان بیا بخیر بیا همیشه. خب یعنی بیادر ما انرژی وعده کرده یعنی بیادر نه سعی کنین دوستان انرژی وعده کرده دیگه ببینیم که چی میشه فعلا نو دادی علی آباد کار ده علی آباد کار نمگر اوتلو او دغه موقعیت کې موټر تم دلته ټایرونه گیج کړو او له خیره سره دغه سړک سره د خان آباد خاطر ایدم خان آباد مسجد ته څوک ځي خان آباد ته انتخاب ته څوک ځي دا لار هم تللی ده نه شارټ کټ دا لاره نو داسې به راځي او په دغه موقعیت نه نو تاویږي د خان آباد لاره دغه لاره ده داسې چطور شد برادرم مسئله مانستر چطور شد؟ مسئله مانستر دوستای عزیز یعنی مانستر گرفته شد تشکر خیر ببینین مرا مامانات مرا بتون بیادرم تشکر خب یه از طرف کدام بیادر ما بود؟ گران لیدونکو موږ هم د کندوز ښار ته راورسېدلو دا د کندوز ښار او بیروبار یې وګورئ دوستانو لیدل کېږي چې ډېر خلک میلې ته راځي نو په لاره کې موږ لیده چې دلته د جنوبي ولایتو خوا نه هم خلک روان دي دښتې او دا دښته نو دا وخت نو د میلې ځای ده ولې زیاتره او ښه توب دا چې هم اختر و هم پسرلی په یو ځای برابر شو که نه نو دا تصویر هم د کندوز د ښار او بیروبار تاسو وګورئ کندوز ښار واقعیت یو بیروبار ښار ده دلته زیاتره مسیرونه څوک چې بدخشان او تخار خواته ځي که نه ډېر ولایتونه دي نو دغه مسیر ده بس دغه خوا نه ځي هغه ولایتو ته بس موږ خپل مسیر ته ادامه ورکوو له موږ سره اوسېږي دوستانو دغه مخامخ تصویر کې سوین دا د کندوز سپین زر اماراتي شرکت ده دلته نو د سپین زر چې ورته د پخته او تیل د پنبې تیل چې دي دا ځای ده نو دلته تولیدیږي ټول افغانستان کې مخکې دا بند اوس امارات بیرته فعاله کړی ده نو زموږ تاسو یو عمده برخه هم چې ده همدا پنبه او پخته او دا شیان البته لري رول لري په افغانستان کې ولې زموږ تاسو ملک یو زراعتي ملک ده بس اوس تاویږو دغه چوک ده چې په دغه چوک کې موږ تاویږو او د چوک نه تاویږو له خیره سره مسیر دی دښت او دان دښتې ده دوستای عزیز اینی هم دیگه دشت آبدان شروعش از بخیر اینی دشت از اینجا شروع میشه مردم ها هر طرف دیده میشه خب پیش زیادتر بیروبار که از پیشتر است واقعا اینجا دیگه یک جای دیدنی است خصوصا در ماه حمل کی طرف میایی از اینجا دیگه یک تکل لذت اینجا این بیایی سعی کنین دوستا اجاره ما قطاره شما ببینین یعنی این یک منظره طبیعی است اگر سر اینجا کار شود زیادتر خصوصا مسئولین بخشای فرهنگی ما شما کار کنم من مطمئن هستم که دیگه اینجا خیلی نتیجه بسیار زیاد میده خب دوستای عزیز دیگه نه دشت که میای دیگه اینجا فکر که هوا را باید پوره کنیم بعد از دیگه سامی سبب پیدا نمیشه دیگه نه بالا خود دشت است
چند است لیتر شو سال؟ لیتر 2 افغانی. چطور هستی؟ سلام علیکم. یک حسین بس بخیر. در یک جای تو حالا لالا جان درست که از اینجا تا تیل مصرف میشه رابندان است. دیگه ما با مشکل دیشب هستم دشت خواه هستیم به خاطر شما مهمانای عزیز که بدر. خب آفتم بله. قیمت فروشی خو نمیکنی ان شاء نه نه ان شاء الله قیمت فروشی نمیکنیم. یک رپا که در میله میبره معلوم هم نمیشه. کار شما شود. همچنان. خوش آمدید. چطور از کار بیش یا نه؟ والا شکر لالا جان بیشم. ماما جان بله شما باش دوستای عزیز که نما بگیریم دیگه پر کده بریم اینجا. نه بانش که میبریم. اینی هم آماده گرفتار هستیم. اینی بازار است دیگه، بازاره که میگیریم اونجا بخیر. خب بازار که در اینجا مربوط هم دشت ابدان میشه دیگه، اینجا مردم موقتی دیگه تا چند وقت اینجا میان و این خریداری را اینجا میکنه. بله خب بیادر دیگه خودت فعلا انرژی نوش جان میکنی؟ اینمی انرژی از خودت اضافه کرد باز من خوردم به خاطر که خودم خریده بودم خوردن نتونستم. خود کی خرید؟ پرسان کن. خودم خریدم بیادر. دو دانه خریدیم، یک تا خود عزیز خریدیم در فواد، یک تا خودم خریدیم. خودت آجی سر میگه خودت چی میگه بیادر میگه؟ بیادر امین من خریدم. خب نمیفهم چرا تو مت میگی نصیحت. پیسه رو من از جیبم دادم. قسم بخور. من قسم میخورم که از جیبم دادم. من قسم میخورم که از جیبم دادم. خب دوستای عزیز دیگه اینجا پشتر بچه‌ها را باید برا کنیم که باز بخاطر پیش دیگه بچه‌ها پیدا نمیشه. چطور هستی برادر؟ خوب هستی؟ بخیر باشی، آرام باشی. بخیر هستی؟ بخیر باشی. خب خاک شدی. والا خاک است دیگه. این از صبح که داد خاک باد. نه ساعت یک 12 شروع شد. دیگه ساعت میشه نه. دیگه معلوم نیست دیگه خدا. این روز هم رقم از دیگه هفته‌ای بود. ها؟ ها. خوب است شکر است. شوانه است مردم اینجا. شب هستن ما می هستن دیگه. ما هستیم تا ساعت 3-4 بجه شب. هم یک عمل هم دیگه میکنیم دیگه. توکل به خدا ببینیم چی میشه دیگه. ها؟ موفق باشید. زنده باشید. ما بیادر میریم. بریم. السلام علیکم دوستای عزیز، مانده نباشین، چی حال دارین؟ بخیر هستین؟ صحتمند خیرتی؟ دوستا این هم دشت آبدان رسیدیم ما بخیر دیگه. در اینجا آفتاب بهاری، ابرها، سبزه. دوستا میمانا کلش آمدن اینجا. ببینین هر کس در هر طرف یک جایی که انتخاب کرده و میله میگیره. بوته های طبیعی، گل های طبیعی براتون نشان بدم دوستا باش که خب این وقت پسان وقت گل لاله مانده که بخیر وقت گل لاله شب دیگه شما اینجا لذت ببرین. هر کس هر طرف یک جایی که انتخاب کرده. فامیلا بسیار فامیلا را ما دیدیم که فامیلای خدا آوردن. شما میتونید دوستای عزیز خودتون در این وقت موسم به این فامیلای عزیز خدا بیارین و از شکر لذت ببرین. خب بیننده عزیز اینجا رسیدیم دیگه بخیر. بچه ها فعلا بچه ها دیگه ماندگی خود میگیرن. چای نوش جان داره. از فضا لذت میبره. اینی جواناست را مسیر خصوصا دریوارا زیادتر خسته شدن. همین رقم است. بله استاد انیس با که دوستا باشی چرا خسته شدید؟ خسته نمیشینیم. خصوصا این فضا دیگه بیخی هم خستگی را از بین میبرن. دوستا ببینین فضا را مقبولی. اینی جم دیگه تنظیم شده بخیر دیگ و کاسه چون زیادتر شمال است. گوسفندکار است که دوستا. واقعا یک فضایی است که بسیار زیاد مقبول. یک هوای دیگه سمت شمال دیگه در خصوصا در به شکل فضای طبیعی یک نام خاص داره، جای خاص داره. گوسفندا رو ببین دوستان. ما اینجا به شما یک تصویر میگیریم میریم و دوستانو استری مسی بیا هم خیر اغلاس
دا نو موږ به فعلا دشت د ابدان دښته کې اسو دلته نو طبیعي فضا طبیعي هوا واقعا ډېر ښایسته ده دوستانو. دلته خو زه واقعا ډېر ښه احساس لرم. حمل میاشت کې کوشش وکوئ چې دې خواته حتما راسئ. هغه دوستان چې د بهر کې دي هغوی په افغانستان ته چې راغلی یو وار خصوصا دغه میاشتو کې تاسو راځئ سمت شمال ته حتما راسئ. د ابدان دښته نو دا یو میاشت تقریبا دلته وخت لري. دلته نو فضا ډېره ښایسته وي، خلک ډېر راځي. هغه د بل ملک هر څومره چکر وهي هغه بې جلا خوند لري، خو خپل ملک هغه وینه دی، هغه رګ دی، بس خوند ترې نه اخلي که نه. بس دلته ګورئ رمه ده زموږ او تاسو بس د وطن یو بېله ښکلا دا هم دلته تاسو ګورئ. به تصویر تاسو ته واضح ښکاره کړم. ویې ګورئ دوستانو دا بس وریان ګوره دا بچیان دا وخت فصل دی همدغه وخت نو دی بچیان راوړي د حمل میاشت ده. وزې وایي بوزه کې چینی د شاخداره بالای بینی. ها این نم آمده دیگه دفعه اول است. ها یا آمده ها. خب دوستان من کامرا رو تنظیم میسازم باش تا یک گیلاس چای هم بخوریم باز انشالله گپ میزنیم. نادری صاحب چطور هستی؟ خوب هستیم بیادر، خوب هستی؟ صحتمند خیریت خودت بار اول است میگی جا بدی. باش که من شاید بچه‌ها همونطور میگه دیگه نمیفهم. نامده بیتالی؟ نه. فضاش چطور است؟ ماشاءالله فوق العاده. بسیار زیباست. بسیار زیبا. واقعا لذت بخش است. لذت بخش است. خصوصا با دوستا. با دوستا. لذت بخش است. چند برابر میشه؟ بس دیگه لا تنهی. ولی بازم نه یا نه؟ ان شاء الله. تصمیم داری بخیر؟ حتما. خب. نالی صاحب؟ بله. چی گفته این دوی درباره دشت ابدان؟ یک فضای بسیار خوب و خواستیم اینجا که با رفیقا چند لحظه لذت ببریم از با هم بودن. فضای خیلی خوب است. نادری درباره نادری صاحب چی گفته این داریم؟ کدام نادری؟ یعنی نادری صاحب پلی نادری صاحب توصیه ما است که یگان وقت سر بزنه به طرف از کاروبار خود فارغ بکنه. پیسه مصرف میشه. نه خویی هم جزئی از زندگی است، نه تفریح جزئی از زندگی است، رو باید در نظر بگیره. ان شاء الله که بعد از نظر میگیره. پیسه رو خاطر چی پیدا میکنیم؟ بله بله به خاطر سهولت. یک کم کم نصیحت شو باید بس. بله بله بله. بالش خوردیم اینجا. باش که دوستای دیگه هم هست دوستا. نیجا باب چطور هستی؟ شکر خدا خوب جان جور است. خودت خوب هستی؟ بخیر هستی؟ شکر خدا. زیاد تیز چلانی میکردی؟ نه کم احتیاط کو. سرکا که کم امور رقم هم که نباشی باز میمونی نه؟ خب اگر طالب نمیرسیدی؟ نه خب یک کمک باید با جرأت دریوری کنی که برایی. خب حالا دیگه فعلا ماندگی گرفتار هستین بخیر که آمادگی نان از دیگه. یک کم امی خستگی ها رفع شوه نمی یک چای بندی کنیم دیگه بخیر باز آمادگی نان میگیریم چون وقت هم کم است دیگه باز شب میشه تاریک میشه. کدام شعر میر یاد داری یا نداری؟ نه والا شعر بیخی کجا سواد کافی نداریم. خب او شعرهایی که ما میگیم باز حق پخش نداره نه. خب شایخ صاحب شعر راستی شایخ صاحب شایخ صاحب خوب هستی شایخ صاحب بخیر هستی ماندانه باشین ان شاء الله بخیر است نادری صاحب سلامت باشی بخیر باشی چای کیدم چای کی جور کرده چای از دیگه بزنیم والله چای خود ترکیبش چی است در خانه جور شده آوردیم خب ترکیبش دیگه هم هیل داره و هم زعفران داره هم زنجبیل داره دیگه فرصت خوردنش در راه میسر نشد اگرچه قرار به این بود که در راه باید استفاده کنیم دیگه بالاخره باز فعلا ان شاء الله زمینش مساعد شدش
استفاده کرده رایستیم. این سه چیز که یک یا شب دیگه فکر کنید چطور ذهن بسیار سکون بسیار می‌کنه. بسیار یک چیز خوب شده. خب تو که چیز یاد داری یعنی بگم می خودم شعر شاعری دیگه یک خب با دوستا ما حالا برای فعلا هم ذهن ما تو بلاک شده که چیز در ذهن ما نمیه. خب دیگه زمینجا ما خودت دم کامرا را زیاد میگیری زیاد خدا پیش میکنی بده خیلی بودیم جمعی از بعضی دوستا خالی جایشان و اتفاقا که اینجا امروز بعضی دوستا توافق کردن که میله میم امروز روزی 5 یا 6 است دیگه الحمدلله یک تصادف خوب بود که همزمان هم بهار شد و هم عید شد دیگه ماشاءالله بسیار یک فضای خوب یک فضای سبز دوستا توافق کردن آمدیم انشالله که امشب هم اینجا هستیم و خدا کنه که از این جمع انشالله لذت ببریم فیض ببریم و کیف کنیم انشالله میبریم مسئله شعر گفتی همین لحظه هیچ شعر در ذهنم نمیاد پس اونا اگه چیزی یادم اومد باز انشالله هستیم در خدمت خب صحیح است خیر قرضدار هستی دیگه قرضدار صحیح همین که بغردن گرفت کافیه. صحیح یک شعر از تو قرضدار. یک شعر از من یعنی صاحب چطور هستی یعنی صاحب سلام علیکم. بخیر هستی جان جور است بخیر هستی سلام شکر. چطور اینا کار موندی و یه قسم چای زده رئیسی مثل که 6 کوره بدر پای پیاده رفته باشی والا تفریح دیگه تفریح چای باشه دیگه رفیقا باشه یعنی زندگیه. خب بله چی کنیم تو دیگه امروز آشپزی هم به عهده داری چی رقم یا کسای دیگه از آشپزی اینطور است همین تیم ما بسیار هم طور رسمی پیش میریم. خب رسمی به این معنی که کارهای ما همه چیز تنظیم شده است هر کس هر رفیق یک مسئولیت به دوش گرفته دیگه اما کارا رو خودشان تنظیم میکنه باز در جایی که ما ضرورت شدیم ما هم صدا میکنه ما هم قدم رایشان کمک میکنه دیگه در میله و در تفریح و در چیز اما هر کس به محال خودش باشه خوب از دم کار خودش دیگه آشپز باید کار خود بکنه. خب دیگه و یک مطلب است میگه قصاب زیاد شد باز گاو آرام میشه دیگه. از شما گاو است یا گوسفند؟ نه از ما گوسفند است. خب گوسفند است دیگه. برس برای گوسفند فرق داره؟ برای خورد است. برای چه گوسفند است؟ چوچه گوسفند است چوچه گوسفند است دیگه. از کلش کده از برای گوسفند دوی کده که همین جای شکرانگی است کل رفیقا جمع هستیم این جای شکر است دیگه. ایتو یک حالت است یک چیز است که مثلا اگر یک نان خشک هم باشه اینجا فرق نمیکنه دوستاست یک جای میخوریم را. خب شایق صاحب پس آن تر اگر حال چون شروع مجلس است باز یک برنامه تنظیم کنیم هر کس یک مسئولیت یک سری آمادگی را بگیره کس شعر بگه کس فکایی بگه بدر کسی یکم گیم یاد داره باید به مو شکل پیش بریم. تو انیسه بسیار خوب است و هر کس حتما یک استعداد یک بخش داره 100% داره این کارم میکنیم دیگه. فضای دوستانه است دیگه. البته خودم نمیجم هستی و یک سابقه بسیار طولانی داره دوستی ما که نزدیک به 30 سال میشه اگر ما شما حساب کنیم میره سنداره در کس نشان نتنی حساب هم بکنین نمتر یک چیز است از دوره مکتب و از دوره پانتون و بله سلوار از زیر سوال بوده نه ما امی سن دوستی امی تیم گفتم که این تر یک مدت میشه دیگه. شما خودتون قضاوت کنین که تا این وقت که ادامه پیدا کرده انشالله که ادامه پیدا میکنه دیگه. در بین گذشت باشه در بین اخلاص باشه. تا وقت ادامه پیدا کرده طبعا گذشته بوده و دیگه بدر چی میگه بعضی مسائل مد نظر گرفتن و بعضی مسائل تیر شدن و نه بله ارزش دادن ارزش قائل ساختن بعد شدن بر رفیق و دوست که تا اینجا میرسن. بله طبعا هر انسان یک کمبودی بعد از زندگی خود داره هر انسان کمبودی داره دیگه. تا گذشت نکنیم بسیاری دوستی‌ها بوده که تا مسیر کم چی کرده ادامه پیدا نکردن. اساس دوستی اگر بر مبنای عقیده باشه بدون شک و دوامدار باقی میمانه. اگر روابط‌ها و دوستی‌ها و رفیقی‌ها بر مبنای یک سلسله مصلحت‌ها و بعضی مادیات و یک سلسله توقعات و یک سلسله اهداف چیز باشه باز بدون شک یا مشروع یا غیر مشروع بازو از هم میپاشه میسکله بالاخره دوام پیدا نمیکنه. و اگر اساسی دوستی و رفاقت انشالله که بر مبنای اونمو اعتقادات واحد بر مبنای
اونمو اساس ارزش های معنوی و اسلامی که هست اگر استوار باشه باز بدون شک و دوام پیدا میکنه و او همیشه باقی میمانه در هر شرایطی، هر شرایطی تحولاتی چی به اصطلاح پخشی و بلندی زندگی باشه انشالله او باقی میمونه. و الحمدلله جمعی که هست، دوستایی که هستن، قسمی که پیشتر انیس یادآور شد مسئله 30 سال مطرح کرد، بدون شک یک تعداد کسا از طفولیت با هم گره خورده بوده، یعنی رفاقت ها، یک تعداد دوستا از دوران مکتب و بالاخره یک تعداد کسا با هم یک جای فارغ شدیم و یک تعداد کسا بالاخره دوره‌های پانتون با هم یک جای سپری کردن. یعنی در مجموع اینمی جمع حدود 15-16 نفری که هست، یعنی رفاقتشان بیشتر از 20 سال میشه که با هم دیگر روابط دارن، شناخت دارن و این رفاقت انشالله هست، خداوند داشته باشیش. و گپ سر مسئله ماندگاری رفاقت آمد، اساسا اگر بر مبنای یک عقیده واحد باشه انشالله دوام پیدا میکنه. خب تشکر، انشالله برمیگردیم دوستان. آمادگیتون رو بگیرین انشالله. باز یک بخش دیگر کس مسئولیت باید بگیرن. خودت یک شعر میگی؟ بیرخم هستی؟ خب من یگون شعر پیدا میکنم در تلفنم هست. خب سعید جان به خود چی خدا بخشه؟ چی بگویم؟ اما میتونم براتون فعلا بگویم که صحبت در این چمن عزیزان غنیمت است. فردا چی برگ گل همه در خاک میره. دیگه نمی یک فرصت است لذت ببریم. دیگه پیشتر رفیق ما عرض کرد این تفریح و سیاحت یک جزئی از زندگی انسان است. دیگه حتی ما میتونم بگویم که دواست بخی. آدم باید برای ببینه اینمی فضا و کائنات و همه چیز خداوند در خدمت انسان خلق کرده که ما باید لذت بریم. سلامت باشید. سیرت سر میروانی سر چطور هستی؟ خوب هستی؟ خود دیگه در سطح چی میگه رهبری هستی دیگه. بالکل. خب چطور کارا کش تنظیم است؟ شکر. بابا شیرین است، عبدالخالق سامی است، کامگار صاحب است. کارا را کدر است، کارای ابتدایی را. البته شاگردای ما دیگه. خب باز آشپزی خودم میخیزم. آشپزی را میکنیم. خب آشپزی را یا دیگه کل چیزا تیار میکنن؟ یا تنظیم شاگرد هستن دیگه. خب شاگردای آشپز. سر دیگه باز صافی کو آشپزی بدر رومی ریزک و پیاز ریزک و مرچ ریزک و دیگه بشه. اینمی کارهای ابتدایی را هستن شاگردای تو شاگردام نه خوبه شکر الحمدلله. در خانم کار میکنن. در خانم ان شاء الله که چند دفعه رفتیم یا نوکری بودن. خوب کار کردن. از خود ازی کدام مردار خور دیگه کرد. باور کن نه مردار خور هستی. نامیش نگی راست گفتی بابا شیرین نگفتی خوب گفتی. کی را گفتی؟ اینه گفتی دیگه دانشجو ندی بابا شیرین میگه بسیار مردار خورد. رفیق ما را اسپایلری گرفت. راست میگه بچا. تنظیم به خدا اون روزم دیگه کلا بودیم مردکت اسپایلری شدم. نمیشه چیز صحیح نمیشه. شنگک نکنه بچه. بان نوبت ما رد کنه. پیسه ما در جیب میاد. نوبت چی میگه کامگار؟ میگه غرض نگیره که گیر نبره. نایل صاحب میگه پیسه تا پیسه مایجی در فری هم در جیب میزنن. چی را؟ پیسه مایج در فری را. ما نه خریداری کبل میگیره میکنه و در خریداری رو ابتدایی از بسیار خوب سابق مایج ظرفی نبود کلا همین کبل میگرفت که خاکستر میشه. پیسه چی میگی؟ پیسه را خودی دفعه خالق جمع کرد، عبدالخالق جمع کرد، مسئول عبدالخالق بود. حضور امرای مدنی میگیره چای که او جوی دم میکنم برام. یک مردار خوره. مگم گزاره میکنیم چی کنیم او بیاد. نادری صاحب نایل صاحب میگم مایه ظرفی رو در پیسهش میزنه. تو موتر مرا سعی کن داخلش اگه 2 دانه مانستر نبود 2 دانه مانستر میگه پیسه از همین بچه‌ها میزنی. نه پیسه پیش عبدالخالق بود. در خود کی خرید؟ شاهد هستی در خود نادری صاحب اومد این میرای قندوز بغلان 2 دانه مانستر کلان خریده. از من پیسه از من مگرم گرفت پیسه. از کی؟ نه 20 روپیه کم بود کرده بودی مالی داده بود. 2 دانه مانستر 20 روپیه را فواد داده. بوتلای خالیش از ساله. بابا چه بیارو بوتلای خالی را که قبول نمیکنن. ساله است. دیگه ناظری صاحبی که از صدقه میگه بهترین صدقه ای است که سر خودت بکنی. خوب بخوری، خوب بنوشی، خوب بگردی. دیگه ما ان شاء الله از اونمون مردمی هستیم که خوب میگردیم. از پیسه مردم از پیسه خود؟ نه از پیسه خود شکر. اجی صاحب وار نیستیم. دفعه اول از اینجا که اومدم ما 2 دفعه که فامیلی جا اومدیم. دیگه خودم بی حساب اومدیم دیگه حساب
از حد گذشتم. نه حاجی صاحب خود دفعه اولش هستی تو تعجب موندم، باز من یک دوام کردم مردم خداوند پیسه حاجی صاحب دهیج مسلمان نده به خاطر اینکه خوب نمیگرده نه میخوره مینوشه میپوشد لیکن گشتنش خوب نیست. تا دشت آبدارن تا امروز ندیدم. ها دوستان از نگفتن امانه که حاجی صاحب یک از کسایی است که این کلا که دوست داره. باز به خاطر از اینکه بعضی مسائل میشه دیگه زیادتر سرزمین اگه دوست نداشته باشیم خب گپ بالاش نمیزنیم، فقاهی که میگیم خاطر از اینکه دوستش داریم. بالکل قابل دوست داشتن است. بالکل حاجی صاحب خوش شخصی هست. ما را به تیر از دوست داشتن تو ما را یک دوست نداشتن. نه هنی صاحبم دوست دارم، شایق صاحب کل دوستا و رفیقا را من دوست دارم. اگه دوست نمی‌داشتم امروز بسیار مهمانای اشکمیش بود، مهمانای کابل بود که لگیر رها کردم آمدم به خاطر که هم صنفی است. گفته هنی صاحب یک ذره زیاد گفت ای رفاقت ما 30 سال میشه خود این در 40 رسان بازو رقم کشم ما 50 ساله میشه. یک 20 سال 22 سال یک 20 سال ای رفاقت ما میشه. نه زیاد میشه حساب کو. 22 سال میشه. تو چند سال هستی؟ چند سال هستی؟ مشکل نداره ما و شما در مکتب چند در صنف 8 مثال در صنف اول هم صنفی بودیم 8 ساله بودی. بله تا فعلا حساب کو چند میشه؟ تو وار نکنین. که بازوار میگنم دوست من آمده است. اینا بابا چند سال شد مکتب خلاص کردی؟ مکتب شروع کرد. ما 12 13 ساله بودم یارا که صنف اول شدم. تقریبا ما که وقت یادم 20 ساله بودی. نه شکر زنده هستم. 45 میایم. سند ما نه ایرا خو ما مطمئن هستم. ریش خو رنگ کردیم. خود 40 ساله میایم 42 40 میایم. اگر دوش میکنی قشتی میگیری من نزدیک به 30 سال گفتیم. ها نزدیک به 30 سال سایز گپ خودم میشم 20 سال 25 سال 27 سال 25 سال اگر تو من نگفتیم که 30 سال نزدیک به 30 سال اگر 20 سال اگر 10 سال 21 هم نزدیک به 30 سال میره. بله از 20 که پرید نزدیک به 4-5 سال مشکل نداره نیست. امیال خو ما برات مطمئن گفتم میتونم که از 25 تیره بابا چه شاگردا کار کنه زود کوشش کنه که ما میام بخیر دیگه شروع میکنم. اینجا دیگه بیادرای ما گوشت تنظیم دارن. کامگار صاحب شیشتایی کامگار چطور هستی؟ سلام علیکم نادری صاحب بزرگوار. چی حال داری بیادر؟ صد شما خوب گوشت سعی کنین به این تازگی ببینین دوستا گوشت برنز دیگه نه؟ جان ایران دیگه از مسیرهای دل آدم دوستا میشه خام بخوری. از مسیرهای ولایت قندوز زیبا گرفتیم که انشالله بهترین گوشت است. چی پخته میکنی بخیر؟ والا برای دفعتاً خو ما پرده کشی داریم، برای کباب گوشت تنظیم داریم. کباب دیگه کامگار صاحب دوستا رو حالای کامگار دیگه بیخی دیگه ماشاءالله در آشپزی در مجموع خب باز کباب بیخی اسپیشالیسته. بخیر باشین. حسن نظرتون است نادری صاحب. گپ نیست ان شاء الله که چی در واسه توان ما باشه ان شاء الله در خدمت رفیقا هستیم. دست نبری دیگه یک برنامه چی میگه خودمانی است در پولوی از دیگه مثلا فصل بهار و فصل سرسبزی است و او اساس آمدیم که از فضای طبیعی و آزاد یک لذت مثلا چنانی را داشته باشیم و با جمع از رفیقا و یاران که هستیم ان شاء الله که همگی لذت ببرن از این فضای طبیعی دیگه ان شاء الله ما در خدمتشان هستیم. سلامت باشین. سامی صاحب خودتان دیگه شاگرد هستی؟ بله ما شاگرد کامگار هستیم دیگه. خب بازدیدتون شاگرد ماشاءالله خودش یک از دیگه داره بین کل شاگردای ما. نه او تاجر ها چی نمی ستار سیرت ستار سیرت والا او چند روز قبل هم تو یک برنامه بود میگه یادم آشپز مسئولیت آشپزی را گرفته بود. بازوباز بچه‌ها بسیار خراب شده بودن. تعداد این گپش در شفاخانه رسیده بود. یک ذره آدم بی‌پرواز گرچه بسیار زحمت میکشه ولی بی‌توجهی یک ذره می تو گد و در چیز اندازه بره. نمیشه متا شاید. اجون ششتن خو نخواد بشناسه. ولی نه دیگه خوب بیچاره خطر چی نه سرش خلاص. مهربونی پاردان. بخیر باش سلامت. دوستا ما در دشت آبدان فضا زیبایی مقبولی کل از شما دوستا میبینیم. ما در اینجا هستیم لذت میبریم از اینجا بر شما برنامه داریم مقبولی های اینجا را بر شما نشان میدیم. انشاءالله دوستایی که در اینجا میان ما از او هم برای شما تصویر می داشته باشین با ما باشین. چنل فواد نادری سابسکرایب کنین. تشکر دوستا. اینی فضاست ببینین مقبولی را ببینین زیبایی را ببینین. ما در اینی فضا آمدیم و باش که کمک بدم اینجا دیگه ورزش میکنیم و ساتیری فوتبال یک
میخوایم یک مجلس با تفاوت داشته باشیم و از این زیبایا لذت ببریم. با ما باشین، چنل را سابسکرایب کنین و تشکر که بینندگی برنامه هستید. دوستان ډوډۍ تیار اصوله ماښام شو نو تقریبا ماخوستن ته نږدې بس اشپز استاد ډوډۍ تیاره کړله دا هم تاسو وګورئ څه شی سو استاد له خیره دغه د خیر سره دا روش څه شی سو د پیازا د چي ده دا خبرداغ خبرداغ دلته تیار سونو دوستانو د فضا شپه ده نو فعلا دشت اودان کې اسو او دوستانم دلته منتظر دي چې له خیره سره ډوډۍ ته منتظر دي چې له خیره سره ډوډۍ ته واچو بس داسې یو تخنیک نه موږ هغه مخکې معرفي کړ تخنیک بخشدي ګروپ جوړ کړی ده او دا هم د شپې فضا هغه لاره امام صاحب ته تللی ګروپونه ستاسو وینئ دا سرک عمومي سرک د امام صاحب خواته نو دغه د شپې فضا دوستان دیگه بخیر نانم تیار شد نزدیک به خفتن دوستا دیگه نوش جان داره خورداغ به گفته همو آشپز ما بینی هم دسترخوان بخیر بسیار یک چیز مزدار معلوم میشه ما هم یک قسم گشنه شدیم چون هوا اینجا فعلا سرد شده رئیسه نوش جان کنین دیگه نوش جان تان بیادرها نوش جان نوش جان نوش جان نوش جان کدام نظر خاص نداریم چیزی که ضرورت بود چیزی کمبودات بود چیزی مشکلاتی که بود بیادرها گفتن انشالله که حل شود جای بسیار خوبی است به تفریح دوستا میتونن در هر فصل سال به جز زمستان میتونن بیاین تفریحشان کنن آزادانه شکر امنیت است فعلا زنده باشین نادرست دیدم گذشت و خاطره ها باقی ماند بر گوش و سرم صدای پتاقی ماند از خوردنی ها نگو میلش لیکن دیدار رخ رفیق رستاقی ماند کشمیش و نخود و پستقندم دادند یادش رفته پنیر علاقی ماند ما وقتی پنیر روی گپا هست نیست بیداد مکن رفیق که افسوس از ما ناخورده کباب دل برداقی ماند هی دوست اگر خفه شدن ممنوع است راستش که لب دختر قشلاقی ماند خب این غزل یک کمکی کوتاه بود اگر اجازه باشه یک سه تا دو بیتی هم بخوانم مهربانی خب این دو بیتی ها دیگه کمک عاشقانه است فضای اما تو سرد و هوای خوش سامی صاحب میشنیم ترحم از دو چشمانت فراری است دو چشمانت چو آهوی شکاری است درونی مردمک های دو چشمت گمانم که 200 تا انتحاری است دو چشمم در فراقت کور گشته رخم زرد و لبانم بور گشته بیا ای زندگی ای نور چشمم که بی تو قندهایم شور گشته دو چشمانت مرا دیوانه کرده مرا بی بال و پر پروانه کرده تمام شهر دل را ای پریرو به یک باره نگر ویرانه کرده دو چشمت نازنین پیغام دارد هزاران گفتنی در کام دارد ولی افسوس زبانم لال گشته نه گوشم قدرت افهام دارد تنیدم بر دو چشمانش دو بیتی برای تیر مژگانش دو بیتی برای مادر کورش همین به که گردد آفت جانش دو بیتی شایخ صاحبی بخواه نظرم از نوشته های خودت هست این اشعار خودم هست که بسیار خب تشکر بخیر باشیم انشالله بعض چیز دیگه حتما است که باز میگی دیگه بخیر باش که یک تا ما بگیم دیگه چی گفتی؟ ما نه ما امی استعداد نداریم
دیگه در در بخش شیر دکلمیش چطور است؟ در بش خب ما قدر نیستیم، مقصد هم فضا، چون فضایی است که یک تا شیر باید حداقل بگیم دیگه. خانه فضایش از خود نه میچسبه. این شیر است چی است در ما خبیجت شعر خواه است از دید نظمش گمان میکنم غزل است. غزل میگه ما خب قدر در بخش ادبیاتی بخشایش قدر سر ما باز نمیشه، خب باز میگن دیگه اکتانی داره. نادری صاحب شعر خو ما اونم قطعات موزون میگیم که با نظم باشه، تنیده شده باشه. بازی هر کدامش قالبای خاص خود داره، مثلا غزل است، رباعی است، مثنوی است، دو بیتی است. اینا قالبای شعری است که باز گفته میشه. مثلا شعری که فعلا در دسترس خودت است گمان میکنم غزل است. غزل است. خب دوستان ما خو قدر علاقه داریم به شیرخوانی و چیزا، میشنویم دیکلما را، اما چون این فضا می قسم است که باید اگه یادم نداشته باشی یک دانه خوب باید بگویی. چطور؟ میگه دیوانه و دلبسته اقبال خودت باش، دیوانه و دلبسته اقبال خودت باش، سرگرم خودت، عاشق احوال خودت باش. یک لحظه نخور حسرت آن را که نداری. شایخ صاحب میگه یک لحظه نخور حسرت آن را که نداری، راضی به همین چند قلم مال خودت باش. دنبال کسی باش که دنبال تو باشد، دنبال کسی باش که دنبال تو باشد. این گونه اگر نیست به دنبال خودت باش. پرواز قشنگ است ولی بیغم و مهنت، پرواز قشنگ است ولی بیغم و مهنت. منت نکش از غیر و پر و بال خودت باش. 100 سال اگر زنده بمانی گذرانی، 100 سال اگر زنده بمانی گذرانی. پس شاکری هر لحظه و هر حال خودت باش. ماشاءالله ماشاءالله مقبول. خدا کنه خوشتان آمده باشین ان شاء الله دوستای عزیز. خب کسی دیگه هم داره؟ کدام شیر داره؟ انیس صاحب خودت هم داری کام تا چیزی؟ شیر اضافه زد. میخوایی دکلمه کنی سه؟ خب درسته تشکر. ما ان شاء الله فضا هستیم، باز بعضی تصاویرها به شما داریم. چنل ما رو سابسکرایب. خوش آمدید به صفحات ما. 1 بجه شب پختن کباب. دوستم این بیادر ما هم دیگه فعلا پکک کداریست کباب پخته میشه و بخیر اونو بیادر نوش جان کداریست. ما منتظر هستیم که بخیر نوش جان کنیم. بله ها دیدیم نان. بله و منتظر کباب ها. نوش جان تان نوش جان. دشت آبدان دوستا، اینی هم سایه دشت آبدان ساعت 1 بجه شب ببینین. هر کس یک طرف شیشته این گروپ ها را که ببینین لذت میبرن از محفل خود، از دوستای خود، از برنامه خود. اینه دوستا پختن کباب، کوره کباب 1 بجه شب. تا بالا 1 بجه شب کباب خوردین یا نه؟ غیر دشت آبدان دیگه، دشت آبدان ولایت کندوز. یه غیر در سفرها اگه خورده باشیم نه اولین دفعه است که ما 1 بجه شب نان میخوریم. نه چیزام میخوره آدم نه یگان شوای رمضان خو میخوره. یگان شوای خاص مثلا محفلا باشه و روسی باشه. صحیح نه؟ ملاق بده بدن نسوزه. میمون یا نه؟ باش که ما سعید یک کمکی. نه بیادر منم اینی مسئول. خب اینی بیادر ما سینه. اینی شایخ جانم. گرم میشه ای. باز نگویی که نان گرم بده. من خو یک تاره رقم باشه گرم میکنم. وای کامگار سے و رئیس پور کے ملی. خداوند کمت نکنه. نادر صاحب تو خواهد نان گرم نمیخوری؟ میخورم چون نمیخورم. نان بخیر جور کردی بخیر. بله نادر صاحب محترم، این نان یک تکنیک زدیم که در ضمن کباب پخته شوه باید نان هم گرم شوه امرایش. ای با مو کسای خاص داده میشه، بر کس داده نمیشه. خاص معلوم است کی است؟ یک ما هستیم یا نه؟ شما 100% هستین. خاص هستی. تو خاص هستی. هم خاص است یا خاص الخاص است. چی کردی داده؟
نه دیگه پکه کدار هستم تقریبا 70% پخته شده 30%ش مانده. چای دیگه کباب ماند یا آخری؟ نه مانده زیاف است کباب زیاف است تقریبا 5 کیلو. خب بچهای صبح مانده. آره چای صبح مانده نادری حالا این نفر چه خبر جدی خراب است. بازم خراب نیست. یک ساعت است که نان دست ما جور کردن تیار بیادر. این رقم لقمه را جور کردیم اینجا نیست که کباب پخته شوه. این آدم به خاطر ازی که در ویدیو بیایه بیادر سری کورش اصلا کرد کباب پاز ما این آدم است. درام میگه آ بچه نیم ساعت میشه که تو ویدیو میگیری نیم ساعت میشه تو ویدیو میگیری من همیشه شیشته راستی هم کباب پخته کردن نمیفهمی تو کنه پیری اولش جو آشپزی را که ندیده خب آشپز حتما کباب پخته امور میکنه دور که نسوخته باشه خلاص نه بیادر دور دادن است که میفهمی که آشپز هست نه بچه کبابی هستم نیست دور دادن کو تکلاس دیره دیگه میفهمی باید کار است. بابا چه روشنی که اینا اجازه میتیم با باره پارک میلی یک دیده صحبت کنم. یادت میره. آنی صاحب مگر تو میره اجازه میتون در باره پارک میلی گپ صحبت کنم. مهربانه یا نشدم در باره پارک میلی صحبت کنم. مهربانی شد بشینه. در باره کباب پز موینی است بیچاره دور دادن یا چیزایی که تو دار بده کام کن. او سر از یک کمی زور است. زیاد عاجز است. حالا چی کنیم ما احترام میگذاریم به بزرگا ولی باز چی میگه یه ذره خرابی میکنه. مسئول پارک میلی علی سوالا که در باره پارک میلی. نه والا گذاشت چی میگه بدونی اما آستینای کورتیش هم در حال یا بیادر کنانش پوشیده یا خودش نیست. دوستا وضعیت اون نفرها خیلی خراب است. او میمون است ما میزبان. این مایج دیگه خودت چی کار هستی؟ همین کبابا را بویش میکشه بویش حساب. بیادر خودت چی کار هستی؟ من مسئول بخش روشنی هستم. وظیفه داری؟ وظیفه من منتظر هستم کباب تیار شه و وظیفه ام خوردن است. مقصد اگه وظیفه نداری دگم نمایش رو خب او بچه بسیار چی این پارک میلی را تشریح نکردیم مردکم. کباب سوخت. نه نه چی کردم اگه قصاب که دو تا شد گوش مردار گاو مردار میشه. این حال دو کباب چی؟ نه بون خیلی بگیرین آدمی سن. امو بیچاره یک لقمه نمیتی کامگار صاحب. نه اجازه نیست. از چی؟ از یک ساعت میشه دستی از این این لقمه والا است. بیخی ضعیف آمد در بین رفیقا باید این تدابیر از این بیشتر گرفت خب چون این بیچاره داره سوی تغذیه میگه سوی تغذیه خراب کردی در وقت داخل خراب کردی. معلومات در بخش طبی هم کم است. میاجم باید بیشتر توجه صورت میگیره نه دیگه ما این با مو اساس در پولی خود شاندیمش یعنی میگه بعد گرم مایل کده بره این باید در پارک میلی زیاد آورده شود. ساله اونو سیخای آخره بده به من پخته شده. خب دوستا شاید دیر است. نه اجازه نیست. پارک میلی آمده آشار جان که یکی از چیرهای برجسته بغلان ما شماست دیگه شخصیت چی میگه برجسته چی میگم از حروف برجسته است یا شخصیت برجسته؟ فرهنگی و بسیار شاعر بسیار چیره دست ما شماست. تنبوره خو نیست. خداوند داشته باشه. دنبوره یک بخشی از چی میاد و کامگار سیبا میگه که شخصیت های ملی بود. دوستا دیگه ما بخیر نوش جان میکنیم. کباب ساعت 1 بجه شب دوست هستن خنده و مذاق. انشالله که شما هم صحتمند باشین. چنل ما سابسکرایب. کباب دوستا تیار شد. ما نوش جان میکنیم دیگه. واقعا عالی است کامگار صاحب. مزه‌دار است. تشکر بسیار زیاد. سلامت باشین. سیرت صاحب تشکر. صالح صاحب تشکر. خیلی مزه‌دار.
با خدا اگه بتم این مسئله گوش نیست دیگه دوایت کار دیگه های دوستا نوش جان کنین دیگه چند بجه شب با خدا شایق واره خود چند کنم یک بجه شب کباب خوری خیلی مزه‌دار خیلی مزه‌دار پالی کوره کباب تازه واقعا بچه کور زحمت تو توجه باش کسی نکنه خداوند شما را خیر بده نمیفهمم ما یک در کجا صدای ما میاد نمیاد نه به هر حال خیر و خفق داریم که ما بینی میکنیم بیاد خب سلامت باشید تشکر از همتون خب یک گلاس چای بر کامرمان دیگه از یه مرتول و ریس دار میگرد ما دیگه کباب نوش جان میکنیم دوستا دلتان هم میشه حتما دیگه یک درصد اقیم گرفتم ولی یک سیگار ما اینو بگی کی چای خیلی من میسوزه کباب میسوزه تشکر